ساخت 644مین مجموعه نرم افزارهای قرآنی در مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان. عزیزان با مراجعه به سایت www.qaime.com می توانند با مراجعه به عناوین مختلف سایت از جمله معارف قرآنی مشاهده بکنند کلیه کتاب‌ها و نرم افزارهای در مورد علوم اسلام. این مجموعه نرم افزاری 200 عنوان کتاب را در فضای مجازی منتشر می کند. موضوع معارف قرآنی زیر شاخش تفسیر، ترجمه قرآن، کتاب‌های آشنا شدن با معارف قرآن و اطرت هست. مجموعه نرم افزارهای قرآن و اطرت در موضوعاتی همچون تفسیر، خداشناسی، انس با قرآن، شناخت پیامبر، تاریخ صدر اسلام و سیمای مهدی موعود در قرآن کریم در طول 1 سال طراحی و ساخته شده است. کتاب‌ها در 5 قالب مختلف نرم افزار ارائه شده: 1 جاوا، 2 اندروید، 3 PDF، 4 ایپاب و 5 قالب HTML متن هست که قابل مشاهده است بر روی خود سایت. این مرکز تحقیقات تا کنون 40,000 عنوان نرم افزار در 114 موضوع به 3 زبان فارسی، انگلیسی و عربی در فضای مجازی منتشر کرده است که بیش از 644 عنوان آن مربوط به قرآن و اطرت بوده است.